با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های راهبریتی حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، گروهی خبرنگاران و کارمندان واسطه‌های اخباری عمومی مملکت برای انعکاس جریان کارهای ساختمانی و شناسایی با فعالیت ساختمانچیان به موضع بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن سفر نمودند. 8 سال مقدم سنه 29 اکتبر سال 2016 پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم دیگرسازی مجرای دریا برای بنیاد سربندی نیروگاه برقی آبی روغن اشتراک نموده سوار بولدوزر رسو 1.5 ساعت با پیش کردن سنگ و شغل مجرای دریای وخش را تغییر داده آب را طریق نقب‌های بزرگ آبگذر روانه ساختند و به بنیاد سربندی نیروگاه برقی آبی روغن آغاز بخشیدند. 8 سال قبل از این همین روز ده عوض کردن مجرای دریا و اشتراکی به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان گذاشته بود. و بعد دیدید که روزی شما شاهدی واقعی زیاد میشوید. چیکارا رو ما در اینجا انجام دادیم تا این 8 سالی سپری شده. در این 8 سالی سپری شده خوشبختانه پیش در خود خودی سربند اساسی تو ترازهای مختلف رسیدن که آبگیری را ما توانستیم کرده تو تراز 1065 در مرحله اول و با کاراندازی خودی اگریگاتی یکم یعنی که حساب ششم هم که باشد با کاراندازی اگریگاتی یکم ما 2018 به کار در آوردیم 2019 باشد اگریگاتی دوم نیروگاه به کار در آمد. امروز ما در مرحله آمادگی به سربند 2110 دیده ایستادیم. انشاءالله زیاد در این سمت در این 8 سالی سپری شده انجام یافتن. شما امروز شاهدی واقعا میشین از هر یک انشاء دیدن میکنیم. نمایندگان واسطه‌های اخباری عمومی مملکت محض در این سنه تاریخی برای انعکاس جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی روغن فعالیت ساختمانچی این انشاءاتی مهم عصر و تطبیق دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تشبث اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به دیدن این نیروگاه رفتند. در این سفر شناسایی با رفت ساختمان از شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم نواربرداری با تجربه نسیم جان رحیموف اشتراک نمود. همه سالات در جمهوری زیاده 100 مگاوات طلبات برق زیاد شده است. مثلا که برای صنعت کنانی، برای ساختمان و دیگر انشاءالله که امروز برق طلب میکنند زیاد شده است. یعنی که سطح نیکو اولی مردم خیلی بالا رفته است و طلبات به نیروی برق هم همه سالات زیاده 100 مگاوات زیاد شده است. برای همین اونچه که ما دیده ایستادیم در جمهوری نارسایی برق این وابستگی ندارد که ما دو اگریگات به کار انداختیم و نارسایی است. یعنی که اقتدارها نو پیدا شده است. دو تا اگریگات که ما در فشارهای پس کار کرده ایستادیم. فصل زمستان چه آب بیاری آب که شما خوب میدونید که دریای وخش سرچشمش از خود پیرخو است وابسته است از آبشوی. نیروگاه برقی آبی روغن که ساختمان آن حالا در شرق تاجیکستان در رودی وخش با سرعت ادامه دارد یکی از بزرگترین نیروگاه‌های برقی آبی دنیا بوده در حالت پوره انجام یافتن کارهای ساختمانی در این طرح بزرگ هیدروانرژتیک برای رشد و پیشرفت اقتصادی تاجیکستان زمینه با اعتماد فراهم آورده می شود. این نقطه ها را ضمن صحبت متخصص شرکت خاکرودی جمهوری اسلامی ایران کامران مهدوی به ما چنین بیان داشت. نقشه ها کارهای ابوچکه حالا توربه‌های آهنی باید بمانند دورش بتون بمانند بعد از اینکه بتون شد به امید خدا کار سر میشه دیگه ها فردایی شروع میشه و میره در این نیروگاه و شروع میکنه کار شروع سیمیت کردن برق چه خبر بازار در همین کار میکنن؟ تازه ما 25 کس از شرکت خاکرود در این قسمت کار میکنیم حالا شرکت امیزی هم هست اونا که جدا کار میکنن ما خاکرود 25 نفر آمد. کامران مهدوی افزود که 60 متخصص شرکتی خاکرود که سمتی فعالیتش به بنیاد نیروگاه‌های برقی سربندهای بزرگ و نقب‌ها نگرانیده شده است از سال 2016 این جانب در نیروگاه برقی آبی روغن در ساختمان زیرزمینی نیروگاه از جمله در بخش کارهای بورش، ترکش و پرمگری فعالیت دارند. بعد از چند
آنها شاهد آن گردند که چطور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خودشان سوار بولدوزر پیش مجرای دریای وخش را بستند و با ساختمان سربندی نیروگاه برقی آبی راغون آغاز بخشیدند. امروز این منطقه علاقه سربند با 160 متر رسیده و نتیجه زحمت شبانه روزی کارمندان و متخصصان نیروگاه برقی آبی راغون می باشد. اینجا ما شاهد آن می گردیم که چگونه افسانه به حقیقت مبدل می گردد. با آن باوری حاصل می کنیم که متخصصان تاجیک، متخصصان دوران استقلال دولتی امکان آن را دارند که خودشان نیروگاه بنیاد کنند و همچنین برای ساختمان نیروگاه ها با مردم همسایه و کشورهای همسایه نیز کمک رسانند. اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بخشیده به 8 سالگی واسطه شدن مجرای دریای وخش گروهی 35 نفره ژورنالیستان را از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، ناحیه‌های تابع مرکز، رسانه‌های جمهوری الکترونی و چاپی و این منطقه ساختمانی آوردند با آن مقصد که شناس کردند ژورنالیستان نمایندگان واسطه اخبار عامه با وضع امروزه کارها و قهرمانی و دلیری کارمندان نیروگاه برقی آبی راغون را در صحیفه واسطه اخبار عامه خود و شبکه‌های اجتماعی همه‌جانبه انعکاس نمایند. اطمینان کامل داریم که آن انشاءاتی که در نتیجه بالا رفتن سطح سربند مذکور تگ آب میماند امروز به لوح تاریخ توسط عکسبرداری و نواربرداری نمایندگان واسطه اخبار عامه جمهوری در خاطرها تا جاویدان باقی میمانند، زیرا راغون میدان بزرگ شهامت جمهوری صاحب استقلال ما می باشد. باید گفت که نیروگاه برقی آبی راغون به سلسله انشاءاتی انرژتیکی وخش داخل بوده در کیلومتر 110 سمت شرقی دوشنبه واقع می باشد. نیروگاه از 6 چرخه 600 مگاواتی عبارت بوده. سربند راغون با 335 متر بلندترین سد زمینی گیلی و سنگی در جهان محسوب شده. با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در منطقه خواهد بود. با اطلاع رهبر گروهی سفربر شده نماینده فرمایشگر در نیروگاه برقی آبی راغون قربان نظر دورانوف حالا کارهای ساختمانی در این انشاءات بزرگ استراتژی که تحت توجه خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارند با سرعت پیش می رود. در نیروگاه 37 شرکت ساختمانی وطنی و خارجی، 17,000 کارگران و متخصصان و بیش از 3,500 تکنیک پرمحصول فعالیت دارند.